به آقا سلام. یه سوالی ما ایرانی‌ها باید حتما از خودمون بپرسیم به نظر بنده. خب اینه که آقا این رسانه هایی که الان توی جهان پخش شدن دقیقاً هدفشون چیه؟ منظورم اون بستر رسانه‌ای، مثلا واتساپ، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که این همه این رسانه‌هایی که ما ازشون داریم استفاده می‌کنیم، رسانه‌هایی که همشون هم مال جریان عرض کنم امپریالیست جهانیان، جریان صهاینه‌ان، دقیقاً برای چی واقعا توی این دنیا دارن فعالیت میکنن؟ این برای ما باید عجیبه دیگه. خب باید فکر کنیم به این دیگه. ببینیم ما پولی که بابت مثلا دریافت اینها نمیدیم که، خب چرا واقعا چرا اینا مجانی برای ما برنامه ساختن و دادن به ما؟ و حالا درسته ما داریم استفاده میکنیم ازش، یه سری مزیت‌ها برای ما داره، برای اونها باید چی داشته باشه که این همه هزینه را براش توجیه داشته باشه حداقل. خب مثلا ببینید شما تو شبکه‌های ماهواره‌ای BBC و امثال اینا من و تو، BBC اینترنشنال، ببین اینها انگلیسی که مثلا سالها 300 سال با ما دشمنی، انواع اقسام دشمنی ها را کرده، از کشتار گرفته تا بیمار کردن، گرفته تا غارت و قتل و نمیدونم جنایات انواع عجیب در طی این 300 سال، و از اون طرف عرض کنم که تکه پاره کردن ایران با قراردادهای مثلا مثل میانجی، مثلا اومده یک اختلافی حل کنه، بعد نگاه میکنیم یه تیکه از ایران رو کنده داده یکی دیگه. خب این انگلیس دقیقاً برای چی از مردم خودش پول میگیره بابت پخش خبرهای BBC، ولی به مردم ایران که میرسه پولی در جریان، یعنی هیچ پولی که نمیگیره، مجانی فارسی برای ما خبر پخش میکنه، کارشناس میاره، پولای آنچنانی خرج میکنه. ببین این واقعا یه دو تا چهار تاست دیگه. ما ایرانی‌ها باید خودمون بپرسیم آقا برای چی داره این هزینه ها رو میکنه؟ خب مجانی برای چی واقعا؟ مثلا من توی این اینستاگرام دقیقاً این دشمن من چیا میخواد به اصطلاح چه سودی داره براش؟ ببین همش فایده هزینه است دیگه. اونم کشورهای غربی که به قول معروف تفکر عرض کنم خدمتون انبیایی و اولیایی ندارن که بگن آقا نمیدونم ما به خاطر آگاهی جهان این کارا کردیم. خب شاید در این پوسته وارد بشن، اما واقعیتش این نیست. اونها بیزینس میکنن، برای هر چیزی که تا سود نداشته براشون کاری انجام نمیدن. از اون طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که خب این به اصطلاح خبرهایی میاد از طریق خودشون، مثلا اینها سیاسیون بزرگ جهان، گنده های دنیا آلودن به انواع فسادهایی که اصلا ما شاخ در میاریم میشنویم. مگه میشه آدمی زاد تا این حد مثلا جانی باشه، تا این حد وقیح باشه، تا این حد اصلا تو مغزمون نمیگنجه؟ خب بعض وقتا میگم که خدا اینا هم اونایی هستن که شما بهشون تو مثلا تو قرآن میگه که سوره ناس میگه که شیاطینی از نوع انس و جن، انسان و جن. خب واقعا اینا به نظر من شیاطین جن انسی هن. خب این برای من عجیبه که اینها برای چی؟ خب پس ما باید بیشتر فکر کنیم دیگه، درسته؟ خب به نظر من اینها با این رسانه ها، با این اینترنت، با این جریان مغز مردم جهان را در دست گرفتن و از طرفی میتونن خوراک ذهنی برای مردم جهان تهیه کنن با این کار، یعنی هدایت کنن، مهندسی کنن افکار جامعه جهانی را. حالا هر کشوری به یه شکلی، مال ایران به یه شکل، مال نمیدونم عراق به یه شکل، مال کشورهای مختلف. بعد نگاه میکنیم اینی که خود مثلا کشوری مثل آمریکا چیزش، رسانه هاش، شبکه های مجازیش دست کیه؟ دست خود پنتاگونه و به اصطلاح امنیت اطلاعاتشه، یعنی دست وزارت ارتباطاتش نیست. بعد نگاه میکنیم اینه خب مثلا بعضی کشورها مثل چین، روسیه، اینا کلن برداشتن این به اصطلاح رسانه‌های مثل اینا توی کشورهای خودشون بستن و یک بستر رسانه‌ای مستقل ایجاد کردن، از ماهواره و تا عرض کنم خدمتتون که
مسائل زیرساختی دیگهش. خب اینا برای ما باید سوال باشه دیگه، اینا برای چی این کارو کردن میکنن؟ خب پس به نظر من این بزرگ دیتاها و اطلاعات بزرگی که از جوامع مختلف ایران به دست میارن، این براشون در برنامه ریزی های آینده، استراتژی های آینده تعیین کننده است. اینا برای اینه دارن هزینه میکنن. پس مواظب باشیم کاری نکنیم که به ضرر خودمون تموم بشه. یا